فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده عزیزی پرسیدن که شب لیلة القدر چندم ماه رمضان است؟ شب لیلة القدر یا همون شب قدر رو الله متعال در واقع به صورت مشخص که تعیین کننده باشه اینو مشخص نکرده و در هیچ روایت صحیحی ما نداریم که شب قدر شب 23 هست، 21 هست یا 27 هست. اما به احتمال زیاد و اون گونه که بیشتر علما و محدثین بر این هستند لیلة القدر در 10 شب آخر ماه مبارک رمضان هست و بیشتر علما نظرشون بر شب 27 ماه مبارک رمضان هست. اما باز هم این یک دلیل قطعی نیست، یک دلیل صریح و واضحی در این زمینه وجود ندارد و خود همین مخفی ماندن شب قدر نشان از رحمت الله متعال است. شما تصور بکنید یک فردی اگر شب قدر رو مثلا در بیابد عبادت بکند، خب 1000 ماه در واقع عبادت کرده. اما اگر کسی بداند که امشب شب قدر هست و با این حال برود مرتکب گناه بشود، خب گناهش مضاعف می شود. در محل پاک و در زمان پاک اگر کسی گناهی را انجام بدهد این گناه مانند گناهان عادی در واقع نمیشه. مهم این است که شما در شب‌های ماه مبارک رمضان، خصوصا در شب‌های آخر ماه مبارک رمضان، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که دهه اخیر می اومد شد المئزره و ایقظ اهله، ایشون کمر را می‌بستند، گرچه رسول الله همیشه کمر بسته بودند، همیشه برای عبادت الله متعال در واقع ایستاده بودند سر پای و عبادت می‌کردند الله متعال را، اما در این شب بازم اهتمام بیشتری می‌ورزیدند در 10 شب اخیر و حتی خانواده خودشون رو بیدار می‌کردن در شب‌های آخر و خصوصا در شب‌های وتر و رأی اکثر علما این است که شب 27 ان شاء الله این شانس بیشتری داره.